everyone, I'm DJ Knight. That's big business, but that's my business. خوش اومدین بچه ها به تفسیر دیگه. تو استریم گفته بودم که آقا من یه انیمه دیگه تفسیر میذارم که آماده شد، ولی خب گذاشتنش یکم واسه ضبطش کم طول کشید، اسم مسائل مسخره. دوباره برمیگردیم سر روتین همیشگی یه شوک با زندگی آدم وارد شد دیگه. بریم تو کار همیشگی. دکیرو نکو و کیو مویوتوسو، این انیمه که این دفعه داریم بررسی میکنیم، نو سریال، 13 اپیزود، سورسش هم وب مانگاه و تابستون 1402 اومده. وب مانگا دقیقا همین، وب و مانگا. خب ما قبلا گفتیم مانگا چیه و وب همون دیگه، مانگا اینترنتیه. ژانر کمدی، زندگی روزمره، ماورالطبیعیه، شخصیت بالغ و انسان انگاری. خب بذارم من کمدی رو گفتم، ماورالطبیعی خب همونه، شخصیت بالغ رو گفتیم، انسان انگاری نگفتیم، گفتم یه چیزی به شما معرفی نکردم. الان تو فارسی اگه تو آنی پلاس سرچ کنیم انسان انگاری می نویسه. اگه بخوام اینجا رو واسهتون راحت تر تعریف کنم میشه انگار انسانی. دقیقا اینوری خوندش، انگار انسانی. یعنی آقا موجوداتی مثل گربه و سگ که توی جامعه ای رفتار انسانگونه دارن رو تو اینجا قرار میدن. انسان انگاری، انگار واقعا انسانن. اول چون قرار بود من اینو بدون اسپویل بگم، ایدم واقعا دچار اشتباه خیلی میشه، عادی همیشگی رو میگیم، خلاصی بدون اسپویلش اینه: زندگی یک گربه و صاحبش در کنار هم. حالا بریم مثل همیشه تفسیر کنیم. یک گربه ای که دو برابر یک انسان دو برابر نه، یک انسان یک وجب بلندتر از انسانه، راه میره، خرید میکنه، حساب بانکی داره و داره زندگی صاحبش رو سر و سامون میده. این هنوز تو کتاب نرفته، گربه حساب بانکی داره. مثل گربه حساب بانکی دارن، کارت تخفیف داره، میفهمی؟ داستان از اینگاه شکل میگیره و عکسش خب اگه من تو تامنیلم گذاشته باشم یا الان ادیتور عکسو قبلتر از این حرف من وقتی اسمو میگم عکس و اسمو میذاره، سریع‌تر بریم سر نکاتش و تحلیل مثل میشه. ببینید، به عنوان یک انیمه زندگی روزمره من واقعا نمیتونم دستبندی کنم، چون زندگی روزمره یک گربه رو میبینیم که این گربه‌ای که داره خانه‌داری میکنه و کار خونه رو انجام میده، کامل نماد مرد خانه‌دار ژاپنی که من جلوتر بهش میپردازم. به چه دلیلی این دیدگاه اومد؟ مسئله از اینجا استارت میخوره. این انیمه هایپ عجیبی روش بود، یعنی هایپی که اونایی که زندگی روزمره میبینن خیلی میخواستن این انیمه بیاد، مشتاقش بودن، انگار مانگاش خیلی فن تونسته بود. این چجوری بگم، خود وقتی زندگی روزمره میبینی تو حس میکنی تو اون جای زندگی میکنی، اون حس رو انگار خیلی خوب منتقل کرده بود. انیمش تو این قسمت که آقا یه زندگی روزمره داریم میبینیم بد نیست، اوکیه، من میتونم مثلا 7 بدم، انیمه خوبیه، 7 میگیره. ولی از دیدگاه یک انیمه و من میخوام بکنی انیمه تفسیرش کنم، واقعا 5 خیلی خوب دابشون، فقط 4.5 5. حتی یه نکاتی میتونم بگم مثلا 4 اوکیه. این اصلا انیمه که نبود که واقعا، حالا جلوتر بهش میرسیم مشکلاتش رو میگم. بریم سر نکات و مشکلات. ببینید، زندگی روزمره خب طبیعیه، من همیشه گفتم آقا زندگی روزمره داشت، زندگی روزمره است. طرف یه شمشیر نمیندازه دوشش با جادوی تلپورت بره کشور دیگه، نه، تو یه محدوده خاص زندگی میکنه، یه جای خاص میره سر کار، یه جاهای آبجو میزنن، یه جای مهمونی میگن و تم همینه. جاهای تکراری داره، تکرار مکانش هست، زیاده، خیلی زیاده. ولی یه چیز خیلی زد تو سرم، اصلا تو سرم اشتباه زد تو صورتم در واقعیت.
انیمه وقتی استارت میخوره اپیزود 1 3 دقیقه اول واقعا آرت استایل رو به رخت میکشه، میگه ببین آرت استایل لاشی، واقعا آرت استایل روون بسیار خوب، واقعا آرت استایل فوق العاده ایه. چیزی که منو زد تکرار فریم بود. اپیزود 1 3 دقیقه اولش اونو کات میگیرن، این قسمت کات کن، هر جا یه جایی میخوای یه تایم مثلا 30 ثانیه 40 ثانیه ما میخوایم 30 ثانیه 40 ثانیه دروغه مثلا 2 3 ثانیه داشته باشیم، اون 3 دقیقه اول اپیزود 1 این قسمتشو برش بزن بذار اینجا، تموم شد. ما این کار کردیم. تکرار فریم اینطوری نبود که من بیام بگم خب اینو دوباره طراحی کنی، نه اونجا کات کن بذار اینجا. اگه واقعا دوباره طراحی کرده بودن مشکل اینه دقیقاً، یعنی انقدر دقیق بود با 3 دقیقه اول که واقعا جا بحث میذاره. تو نمیتونه دقیق هر چقدر دقیق باشه. ببین من چند بار تا عقب جلو کردم که شاید مثلا تو مثلا ما یه چیزی سطحی میبینیم چیز عمقی میبینیم، شاید آقا تو عمقی دیدن یه چیزی باشه، زوم کردم همون کاراکتری که چهرهش کامل کشیده نشدم همونه باز، پس نمیشه تو بیای دوباره همونو بکشی، خب تو نمیکشی. باید یه تغییر ایجاد بشه که مخاطب حس تکرار فیلم مثلا تکرار فیلم نباید باشه. چرا اصلا نمیگیرم واقعا چرا این کارو کردی؟ و واقعا این خیلی مسخره است. یعنی مثلا خواسته بود خب چون هر آرت استایل با دست بکن، آرت استایل همش با دسته. اگه تو کامپیوتر بیام میشه سی جی آی، آقا آرت استایل با دست بکشی. خب این چرا 13 اپیزود؟ خب 12 یک اپیزود میدین چقدر هزینه بره؟ من میشه گفتم انیمه یه چیز سوده و هزینه بالایی روش میشه. من معرفی انیمه ها گذاشته بودم تو اوایل کار بود، یک اپیزود هزینه خیلی هنگفتی داره، ببخشید ولی تکرار فریم واقعا اصلا من نمیفهمم. بابا وان پیس که دیگه الان 1000 خورده اپیزوده، بلک کلاور 170 تا، نمیدونم ناروتو کلی هست، اینا تکرار فریم نداشتن. وان پیس داره از سال 1999 تا الان داره پخش میشه، یه بار تکرار فریم نذاشته. آره یه بک استوری دو سه بار نشون بدم هر بار اوکی، ولی اینکه تو هیچ ربطی مثلا بک استوری رو نمیشه تغییر داد، داستان زندگی طرف اوکی، ولی بیا یه محیط روزمره رو نشون بدی ازش کات بزنی بذاری توی بقیه اپیزود رو، واقعا خیلی بده، واقعا خیلی مسخره است. خب این در کنار این بچه ها و اجاز شوخی داستان میدونی ما داریم داستان از دیدگاه یک گربه نگاه میکنیم، یعنی قضیه گربه بخره ذوق میکنه و زندگی مثلا یه جاهایی از زبون گربه یک گوینده بسیار صدای گرم و فوق العاده. واقعا اگه انگلیسی زین نکنید، اگه شما میایین انیمه ترجمه کنید اینو لطف کنید به خودتون، بیاین هر جوری مال خودتون یا خام یا زیرنویس فارسی مثل من بگیرید و اینم جدی میگم حتی خامش مهم نیست، اون حرف زدن شخصیت و گربه رو فقط یه بار گوش کنید، بسیار صدای گرم و خوبه، یعنی واقعا یه چیز شاهکاری بود. یعنی یک صدای گربه انقدر گرم و خوب بود که واقعا ازش لذت میبردی. در کنار این بچه انیمه داستان روان و لذت بخشی داره، ما از اون دیدگاه داریم نگاه میکنیم، یه حالت روان و آرامی داره. چی میخوام مثلا آرام از اینکه اتفاق آروم پیش میره، نه اتفاقات با سرعت مناسبی پیش میره، حتی جایی سریع میشه. روان این خیلی پستی و بلندی الکی به داستان نداده. داستان یه جایی هیجان انگیز میشه، بله یه جاهای چالش برانگیز میشه، اما میدونی این روون بودن داستان که مجبور نیستی بزنی عقب قشنگه و تو زندگی روزمره بسیار پایان مثبتیه. نمیخواستم این کار انجام، یعنی این یک نکته‌ایه که منو اذیت کرد و شاید خیلیا باش مشکل پیدا نکنن. به ما چیز داریم اوورپاور داریم که خب همین
طبیعیه، بیشتر از حد طبیعی قرار داد. اون ایسکای عزیزی که میاد تو حالا قهرمان ما اینا. اوکی. یه چیز من اینجا دیدم، اوور ریاکت. طرف شخصیت زن اصلی یک اوور ریاکت شاهکار. یعنی چی؟ از ثانیه 0 که داره مثلا یه کاریو با آرامش دارم انجام میده تا ثانیه‌ای که استرس منفجرش کنه، متلاشیش کنه، نتونه ازش تکونم بخوره، خشکش بزنه، این فاصلهش در حد 0.2 ثانیه است. ریاکت های بسیار شدید. یعنی آقا یه جایی ریاکتاش اوکی و یه جایی واقعا ریاکتاش بسیار شدید، بی خوده و سر همین یه سرصدای زیادی ایجاد میکنه. داستان سرصدا نداره، شخصیت سرصدا داره. ریاکتی بیش از حد بشه که این سرصدا رو ایجاد میکنه. تو وقتی این چیزی بسام تو بگم، طرف یه آدم بسیار استرسی در نظر بگیرین که هر چیزی رو بیش از حد استرسی میکنه و شما این آدم رو میبینید و جالبه ترکیبش با این، خب این پانو منفیه، اوور ریاکته که بیش از حده که یه جای اذیت میشی. ممکنه حالا اذیت هم نشه، تاثیرش آنچنان زیاد نیست، ولی تمام پستی و بلندی داستان، تمام نقطه اوجش سر همین قضیه اتفاق میفته. کنار تمام اینا ما گربه عزیزمون رو داریم. گربه عزیز میاد چیکار میکنه؟ کامل مثلا هندل میکنه. یعنی واقعا تو اسم میکنی مثلا این دختره، یه دختر 16-17 ساله است، نه یک زن کارمند حرفه‌ای چند سال کار میکنه توی شرکت، نه دختر 16-17 ساله نوجوانه و اون گربه 50-60 ساله پخته‌ای که دیگه طرف 70 تا زندگی گذرونده، انگار این دنیا هشتمین دنیا که ایسکای شده قراره توی زندگی نفر درست کنه. اصلا اینقدر پخته میاد. و خب ببینید این تضادهاش قشنگش میکنه. یک چیزی که تو این انیمه بسیار جذابه، ببینید من همیشه گفتم آقا بک استوری یک چیز مهمه که مخاطبش ارتباط برقرار کنه. تو نمیتونی مخاطب با یه بک استوری ساده مثلا با یه شخص ارتباط برقرار کنه. این طرف یعنی که من در 2 سالگی یک زنبور نیشم زد، میخوام این سرزمین رو آتیش بزنم. دیوانه‌ای. اما وقتی میای این گربه رو میبینی، این گربه چرا به چه دلیلی از یک غذا خوشش میاد، یک غذای خاص رو دوست داره که برای صاحبش درست کنه. اون غذای خاص چرا از یک آیدل خوشش میاد، چرا این کارخونه حساسه. تمام اینها رو میبینی، تمام این اتفاقات رو میبینی و وقتی برسی تو اون گربه رو درک میکنی. واقعا گربه تو کل این اپیزود با نشونن بک استوری یا اتفاقات روزمره کامل تو درکش میکنه، جذبش میشی. بسیار شخصیت فوق العاده پخته و قویه. واقعا اگه این شخصیت رو خواستیم یه انسان بسازیم، من میتونم رک بگم تو هیچ انیمه به این خوبی نتونستن این میزان آرامش و پختگی رو توی شخصیت بذارن. همیشه شخصیتی که زجر کشید، درد کشید، اما یه گربه بود. ته داستان که اینجا زشت اسپویل کنم، باید ببینید و پختگی رو بفهمید. یه اتفاقاتی که روزمره است، شاید همه اتفاق بیفته. یک انتخابایی که خود گربه میگه خب من چرا انتخابو کردم، این انتخاب واسه یه گربه اشتباهه. تو با دیدن اون انتخابا، با اون اتفاقات کامل درکش میکنی. این بسیار چجوری بگم لذت بخشه. تنها چیزی که میتونم همینه، لذت بخشه. آرت سال پیشی که گفتم خب یه نکته هست، ما همیشه آخر انیمه همچین یه نکته و حرفی هست. نکته در مورد گربه. آقا این چرا اصلا یه گربه است؟ ببینید اصولا تمام جوان‌ها یه خصوصیت هست. گربه نماد موجودیه که در هر جایی باشه باید تو بهترین شرایط زندگی کنه. یک موجود بسیار سختگیر، غذاش عوضش اصلا نمیصرفه واسش. نه چرا اینطوری شد؟ و یک جاهای ما خودمان تو این انیمه میبینیم که یه حرفایی زده میشه. قبول.
و خب من آقا به کسی گربه دارن خیلی گیر نمیدم، هر کس علاقه داره و بریم روک باشیم. این انیمه به خوبی نشون داد آقا یک گربه میتونه خونه رو اداره کنه، چرا یه مرد نتونه؟ این انیمه یه جوری روشه گفت یک پوان مثبته. در ژاپن یه چیزی مثل مرد خانه‌دار، طبیعی که زن کار کنه در شهر و مرد خونه داری کنه به بچه‌ها برسه. این اصلا عجیبم نیست که یک انیمه بسیار، ببینید این انیمه واسه من بسیار کمدیه، بسیار هم خوب، کاملا اون طرفی که توی این انیمه هست رو درک کنم. اون حالا من به این زودی نمیذارم و ما می‌نویسم تش اونم میذاریم و کاملا اون موقع اینو به اون ربط میدم چرا این انیمه ساخته میشن، به این دلیله. مرد خانه‌دار بودن این چیزی که حتی دولت ژاپن هم اوکیه باش، میگه آقا ایرادی نداره، میتونین اوکی باشین. و این انیمه کاملا خواسته یک با این دیدگاه که یک پوان مثبت بزنه. آقا ببین یک گربه که همیشه باید بهترین غذا باشه، بهترین شیر و فلان و فلان، این تونسته خونه داری کنه. خب چرا این دیدگاه است که مرد نمیتونه خونه داری کنه؟ آقا شاید بعضی مردا بتونن. و ببینید هر کس سبک زندگی رو ما هیچ دخالت توش نمی‌کنیم، لطفاً کامنت ها عجیب نشه. این چیزی که تو فرهنگ ژاپن هست، آقا یک مرد میتونه خانه داری کنه، چیز عجیبی نیست و دولت هم بسیار از این مردا حمایت میکنه. و خب همین دیگه. مرسی همیشه لایک کامنت سابسکرایب فراموش نشه. عزیزان دلی که ما رو به تازگی ساب کردن خیلی ممنون. و فقط اینو بگم بچه ها، من یک همین رو دست بالا ببندم باز کنم، اینو نمیدونم چون پدرم خب حالا فهمیده من یوتیوب دارم، مطمئنا نگاه میکنه. خب من خیلی از جوکایی که میگفتم، خیلی از تیکایی که میگفتم حذف کنم یا حذف نکنم، نمیدونم. اینو در مبارزات بعدی با خودم به نتیجه میرسم. زود داستان تمام میکنیم. فقط یه چیزی، من یه مدت حالا بالاخره عزیزانی بودن که خودم حالا با دنبالشون میکنم، خارج از اینکه خود هیچ اسمی هم نبردیم، هیچ کاری هم نداریم، لطفا چیزی رو نچسبونیم این بیچاره. چون تلگرامی های عزیزی که میاین میبینید میرید آمار میمونه، خیلی قشنگه اصلا این تعداد آمار قشنگ اینقدر آمار خیلی خطرناکه. به این بیشتر چیزی رو نچسبونید. ایشون یه توتون محتوای دیگه هستن، من کارشو دوست دارم و این خبر خوشی که ایشون دادن واسه خیلی خوشحالیم. امیدوارم همیشه خبر خوش واسه باشه. همین گفتم. و کانال برگرده به سبک قدیمی، یعنی اون قضیه یه اسکول آف دد رو بذاریم کنار، دوباره هم سبک قدیمی اتفاق میفته، در ویدیو بعدی گفته میشه. سایونارا.